تصور کن یه روز از خواب بیدار شدی و همه چیز مثل قبل نیست. وارد دنیایی شدی که خیلی از غیر ممکنا ممکن شده. توی چشم هم زدن به دورترین سیاره‌ای که فکرشو بکنی میتونی سفر کنی. توی جنگ حماسی که سالها ازش گذشته شرکت میکنی و توش پیروز میشی، یا حتی با شخصیت‌های محبوب بازی‌ها هم صحبت میشی، کنارشون بازی میکنی و مرحله ها رو دونه بدونه سپری میکنی. فکر کن یه روزی بتونی همین کارا رو بکنی. حالا اگه بهت بگم همچین چیزی خیلی هم غیر ممکن نیست، فقط یکم دیگه باید صبر بکنی، چی؟ پس بیا با هم به دلی ماجراجویی جذاب بریم و ببینیم همین چیزی که گفتیم چطور امکان پذیره. اما قبل از شروع هر چیزی باید بگم سلام رفیق، خوش اومدی به نیترونو. فکر کن یه عینک روی میزته. اون عینک رو برمی‌داری به چشمات میزنی و یهو از اتاقت کنده میشی و وارد یه دنیای کاملا جدید میشی. این دنیا میتونه هر چیزی باشه، از یه سیاره ناشناخته تو دورترین کهکشان تا یه سرزمین فانتزی که از دل داستان‌های قدیمی بیرون اومده و اصلا وجود خارجی نداره. اسم این عینک VR یا همون Virtual Realityه، یا اگه بخوایم فارسی بگیم میشه عینک واقعیت مجازی، که باز میشه دنیای دیجیتال درست مثل دنیای واقعی قابل لمس و واقعی به نظر میاد. اینجاست که واقعیت و رویا مرز بینشون خیلی خیلی کم میشه. اما خب شاید از خودت بپرسی این عینک‌های VR یا واقعیت مجازی در حال حاضر وجود داره و اگه وجود داره کجاها استفاده میشه؟ باید بهت بگم بله، عینک‌های VR یا همون واقعیت مجازی در حال حاضر وجود داره و ازشون استفاده میشه، اما بیشتر توی حوزه گیم و بازی. به عنوان مثالی که بازی‌های معروف به نام هاف لایف الیکس تجربه‌ای بهت میده که انگار واقعا توی دنیای مجازی نه، تو دنیای واقعی داری زندگی می‌کنی. هر چیزی رو که برمی‌داری، هر دری رو که باز می‌کنی و هر حرکتی که انجام میدی انگار واقعیه. حتی حس ترس و هیجان هم به صورت کاملا واقعی برات تجربه میشه، چون مغزت فریب میخوره و اون دنیای مجازی رو با دنیای واقعی نمیتونه به خوبی تشخیص بده. اما VR یا واقعیت مجازی صرفا به دنیای بازی محدود نمیشه. فکر کن توی حوزه آموزش قراره در مورد آناتومی بدن انسان کلی چیز یاد بگیری. به جای ورق زدن کتابای درسی حوصله سربر، یه عینک به چشمت میزنی و مستقیم وارد بدن انسان میشی. اینجاست که میتونی ببینی یه قلب چطور کار میکنه، ریه ها چطور نفس میکشن و به هر نقطه‌ای از بدن که دلت خواست سفر بکنی. این یه تجربه آموزشی کاملا متفاوت و فقط یکی از کارهایی که میتونی با VR یا همون واقعیت مجازی انجام بدی. خیلی خوب، حالا که با عینک‌های واقعیت مجازی یا همون VR تا حدی آشنا شدیم، بریم سراغ قسمت دوم یا همون AR. بذار راحت و ساده بهت بگم فرقی که بین AR و VR وجود داره درست زمانیه که از خواب بیدار شدی، یه عینک به چشمت میزنی و از دنیای واقعی به دنیای خیالی حرکت میکنی، اما با یه تفاوت کوچولو. توی VR وقتی عینک رو به چشمت میزدی از اتاق خودت به یه اتاق دیگه سفر میکردی، یه اتاقی که دیگه اتاق تو نبود، اما هر چیزی که دوست داشتی رو توش میدیدی، مجازی و کاملا غیر واقعی. اما وقتی عینک‌های AR رو به چشمت میزنی تو باز هم توی دنیای مجازی، اما این بار توی اتاق خودت. اتاق سر جاشه، وسایلت واقعیه و همه‌شون درست همون چیزی هستن که تو دنیای واقعی میبینی، اما این بار یه سری المان و چیزهای دیگه به اون دنیای واقعی اضافه شدن. مثلا یه گربه یا یه سگ مجازی رو توی اتاقت میبینی. اون سگ یا گربه وجود ندارن و مجازی هن، اما اتاق تو واقعیه. درست برعکس عینک‌های VR یا واقعیت مجازی که همه چیز خیالی و مجازی بود، اینجا فضای اطراف تو توی دنیای AR واقعیه و المان‌ها و چیزهای مختلفی که بهش اضافه میشن مجازیه. به عنوان مثال تو میتونی توی پارک راه بری و یه دایناسور هم کنارت راه بیاد. اون پارک واقعیه اما اون دایناسور غیر واقعیه. به این عینک‌های واقعیت افزوده AR یا همون Augmented Reality میگن. اما سوال، عینک‌های AR وجود دارن؟ بله. کجاها بیشتر استفاده میشن؟ بازم باید بگم بیشتر توی حوزه گیم و بازی. به عنوان مثال بازی پوکمون گو یکی از معروفترین بازی‌هاییه که دنیای AR رو باهاش میشناسن. جایی که یه شخصیت فانتزی کنار تو توی دنیای واقعی قدم به قدم حرکت میکنه.
اما AR هم مثل VR کاربردهای غیر از گیم و بازی داره. فرض کن یه تعمیرکار حرفه‌ای هستی که قراره یه موتور پیچیده رو تعمیر کنی. به جای اینکه دستورالعمل‌های پیچیده رو بخونی، یه عینک AR میزنی و اطلاعات و راهنمایی‌ها مستقیم روی همون قطعه نشون داده میشه. درست مثل فیلم آیرون من که توی فضای واقعی بود و یه سری اطلاعات و دیتاهای مجازی براش نشون داده میشد. خب رفیق، تا اینجای کار سعی کردم خیلی راحت و روون تو رو با دنیای عینک‌های VR و AR، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده آشنا بکنم. قطعاً این دوتا تکنولوژی به فناوری پیچیدگی‌های خیلی زیادی دارن. اگه خواستی بهمون بگو تا برات یه ویدئوی مجزا درست کنیم و اونجا بهت بگم که درست با ریزه‌کاریاش هر کدوم از این عینک‌ها چطور کار میکنن. اما بذار در پایان بهت بگم این آغاز راهه. دنیای ناشناخته ها هنوز هم پر از رمز و رازایی هستن که منتظر کشف شدنن. پس اگه تا حالا وارد این دنیا نشدی، وقتشه که آماده شی، کمربنداتو محکم ببندی، چون قراره کنار هم کلی از این مطالب خفن رو تجربه کنیم. فقط کافیه چنل ما رو سابسکرایب کنی و با ما همراه باشی، چون قراره کلی سورپرایز بشی. پس تا ویدئوی بعدی، شاید همین چند لحظه بعد، خدا یار و نگهدارت.